حکومت تاجیکستان طرح تغییر الوه‌ها به قانون درباره ثبت دولتی اسناد حالت شهروندی را تیار نموده به پارلمان کشور پیشنهاد کرده است. در صورت قبول این طرح قانون، شهروندانی که برای اولیه‌دارشوی عرضه پیشنهاد می‌کنند موظف می‌شوند معلوماتنامه عاید وضع سلامتی خویش و تشخیص خونی عروس و داماد را عاید مطابقت آن برای فرزنددارشوی پیشنهاد نمایند. پیشنهاد عاید چنین نوآوری در ثبت نکاح شهروندان زمان ارائه شد که امامعلی رحمان از خانه‌دارشوی خویشاوندان اظهار نگرانی کرد و گفت که آن باعث بیمار تولد شدن کودکان می شود. او آن زمان از وزارت‌های تندرستی و عدلیه طلب نموده بود پیشنهادات خود را در این موضوع ارائه نمایند. بعداً خبرهای نشر شدند که یکی از نزدیکان رئیس جمهور دستگاه‌های زیاد تشخیص خون به تاجیکستان وارد کرده است. بعد اظهار نگرانی امامعلی رحمان از خانه‌دارشوی خویشاوندان، معرکه تبلیغاتی بزرگ با اشتراک نمایندگان همه قشرهای جامعه راه اندازی شد که نکاح خویشاوندی را به شدت محکوم کردند. ضررآور بودن نکاح خویشاوندی را به اکتشاف‌های طبی ربط داده بودند، اما تحقیقات آخر طبی نشان دادند که نکاح خویشاوندان هیچ ربطی به سلامتی کودک ندارد.